سلام، سال نوتون مبارک. امیدوارم که سال خوبی رو در پیش داشته باشین. اینجا بندر انزلیه و من اولین ولاگ یوتیوب خودم میخوام با بهار امسال آغاز کنم و شهر زیبای خودم و حال هوای بهاری رو بهتون نشون بدم. بریم که با هم ببینیم. امروز من برای پیاده روی اومدم بولوار قوس که ببینم حال و هوای بهاری چطور و ازش لذت ببرم. کلی مسافر اومده بود و یک در حال عکاسی، یک در حال چای خوردن و در حال قدم زدن و موزیک گوش کردن بودن. خیلی هم چیزای خوشمزه آماده پذیرایی بر مسافرا بود که نوش جونشون. دیگه هیچی، یه نگاهی به اینا انداختم و دلم خواست بخورم ولی مرهمزون بود. چقدر چیزا فرفراهای رنگی و دیدم یاد بچگی ها افتادم و کلی حال و هوای مسافرها رو دوست داشتم که در حال قایق سواری و گشت و گذار بودن و دیگه داشتم کم کم میرفتم به سمت بازار محلی. این کشتی خوشگلم گفتم نشونتون بدم. دیگه داشتم میرفتم به سمت بازار محلی که دیدم وای چقدر اینجا شلوغ و مردم در حال خرید آجیل و چیزای خوشمزه بودن. کلی هم گل و گیاهای خوشگل و وای پارچه های بهاری و که دلم قشا ضعف رفت واسهشون. دیگه همینجور داشتم قدم میزدم که ببینم چه خبره. دیدم چه ماهیایی آوردن و گفتم بخرم نخرم، گفتم ولش کن با علی بابا میام بعدن میخرم. دیگه گفتم که برم کم کم برم سمت خونه. به سمت خونه و از بازار محلی ما بود که با هم دیگه دیدیم و دیگه کم کم برم به سمت خونه. این از ولاگ خوشگل امروز من. خواستم تاکسی بگیرم برم خونه ولی دیدم اینقدر ترافیک و شلوغه ترجیح دادم پیاده برم که زودتر برسم. روز خوبی داشته باشی. خدا نگهدار.